Тот, кто долго глядит в телефон. ادیب روززبانی تاجیک تیمور زلفقارов به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه‌های چنارهای بزرگ در زمچورود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هرچند 50 سال عمرش را در مسکو روسیه گذرانده است، اما میگوید همکنون با آرزوی دیرینش گوشه‌نشینی در مغز کوههای خاموش رسیده است. من اسکندر فیروز برای شادباشی به نزد استاد به بستانسرایش در زمچورود رفتم و نخست پرسیدم که محل اقامتش را مخصوص به خاطر داشتن چنارهای قدیمی در این محل انتخاب کرده است یا نه. Будда сказал, что هنوز بودا گفته بود که بعد از 50 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصلی خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تالستوی هرچند پایبند سنت های عائلوی بود و در تمام جهان به حرفهای گوش میدادند، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پردبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در سن و سال از لیو تالستوی بزرگترم و توانستم مسکویلان را زودتر ترک کنم. بزرگ شهری که انسان را به کامش فرو میبرد. میخواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه ها، جانوران و پرنده ها و درختان و نزد بزها و چوپان ها برگردم. همیشه از توانایی بزهای کوهی در حیرت بودم که چرا آنها از بالای هیچ یک کوهپاره سرازیر نمی شوند. کاش اگر انسان ها چنین قابلیتی می داشتند. می خواهم یادآور شوم که سرنوشت همه شاعران، دانشمندان، تمام عالم به زمامداران وابستگی دارد. گاه امیر شاعری دانشمند را نمی فهمید و او را بدرقه می کرد یا برعکس برایش انعام می داد. باید از رئیس جمهور امام علی رحمان سپاسگزار باشم که به بازگشتم از شهر و وطن مساعدت کرده برایم خانه و همین حولیک را در اختیار گذاشت. تمام عمرم در کمبغلی گذشت، در فقر نه البته، ولی در ناداری. هرگز در خانه با حشمه زندگی نکردم. رئیس جمهور به گونه نه تنها استعداد من بلکه حیاتم را نجات داد. زیرا بیشتری از دوستانم در مسکو به دلیل بیماری و زندگی سخت و همین کووید فروپاشی کشوری بزرگ دنیای فانی را ترک کردند. به گونه که فرو ریختگی امپرای بیزانتیا به سر هر یک روسیگی با سازی و فروپاشی اتحاد شوروی به مثل سنگ تخته های رادیاسیونی به سر هر یکی از ما افتادند. ما تا حال از این تحولات ها به خود نآمده ایم. به این خاطر در این فضای آرامی زیر شاخهای چنارهای هزار ساله بعضا کس می‌خواهد به حیات معمولی انسانی برگشته به میکده ها برود و غیبت های نوین را بشنود. ولی پروردگار دیگر تصمیم گرفت. در این آرامی من اثرهای آفریدم که سالهای زیاد عمر خواهند داشت. کتاب‌های نوشتم که احتمال دارد به زودی مرزبان پیدا می شود که مرا به مزار نزدیکترین روانه می سازد. استاد در سالهای 80 قرن گذشته شما سیمای همکنون مشهور خواجه نصرالدین را آفریدید که خواستار نظام با عدالت بود. به فکر شما حالا مقامات و عدالت به کدام شکل باید باشند، از جمله در جمعیت فعلی تاجیکستان؟ Отождествляется власть и справедливость вот в нашем обществе, в таджикском. Дело в том, что уже лет 50 назад, да? تقریبا 50 سال قبل در کوهسار پیرمرد خفته در زیر درخت گل کرده آلوچه را دیده بودم. فکر کردم پیرمرد خوشبخت است که زیر درخت بهاری خوابیده و برگ‌های گل روی پر آجینگش را و مثل پنجه‌های نرم مادر نوازش می‌کنند. پیرمرد یک چشمش را باز کرد و خطاب کرد که تو کیستی؟ گفتم تیمور زلفقاروف شاعری جوان. وی افزود من خواجه نصرالدین هزار ساله. من با شاه سالمان درباره دانشمندی صحبت ها کردم. با بودا درباره مرگ و چرخه سنسرا صحبت کردم. در کاروان پیغمبر بودم
و در میان نفران حضور داشتم که چهارمهرزنی مسیح را نظارت میکردند. با چنگیز خان درباره صنعت جنگ و با ایوان گرازنی درباره سرنوشت روسیه صحبت کردم. با استالین درباره ساختمان کشوری بزرگ و با آیت الله خامنه‌ای، روزولت و مهاتما گاندی صحبت ها کردم. یعنی در نظرم سیمای شخص جاویدانی پیدا شد که روحش از مرگ امین است. اما در قلب هر یکی از ما تمام تاریخ بشریت هویداست. هرچند نه هر کس آن را احساس میکند. نه هر کس پاره نان و شیر در اختیار دارد تا درباره جزء ماده زندگی اندیشه نداشته باشد. من تقریبا 6 سال در مسکو و روسیه زندگی کردم و به این دلیل از مشکلات تاجیکستانی ها برداشت کامل ندارم. نامه کشاده به بیل گیتس، یکی از دستاندرکاران وضع نوین جهان، آشنا شوید. نامه من به ثروتمندترین شخصان جهان را بخوانید. Читайте мои обращения к мировым олигархам. А вот вы можете می توانید برای خواننده های ما مختصری این نامه ها را شرح دهید. коротко. Могу вам сформулировать несколько тезисов Хаджи Насреддина. Первое. این بندهای برنامه خواجه نصرالدین است. یکم، در جهان نباید ثروت‌های بی همتا وجود داشته باشد. زمانداران برای تقسیم عادلانه ثروت‌ها وظیفه دارند. نباید به این ترتیب باشد که معلم و پادبان یا افسر 300-400 دلاری بگیرند و برخی به مثل بیل گیتس میلیاردها دلار. این تفاوت دهشتناک است که بالای شیطان گشت و گذار دارد و در نهایت میتواند باعث از بین رفتن انسانیت گردد. همه حکومت ها باید زود حجم نهایی ثروتمندی را جاری کند که درآمد مردم میلیون ها مراتب فرق نداشته باشد. هرچند من خود جانبدار سوسیالیسم او بورسیت نیستم، اما صاحب ثروت بزرگ از عقل بیرون می شود. همه بای ها بخش های طلایی خود در بانک ها نگاه کرده از عقل بیرون می شوند. مردم می توانند پسندازهای میلیونی خود را حفظ کنند، ولی نه میلیاردها را. مقامات به خاطر حفظ انسانیت باید ثروت‌های بیشتر را مصادره کند. من ضد ثروت نیستم، من مخالف فعالیت‌های بزرگ میباشم. دوم، باید تمام آزمایشگاه ویروس ها و پناهگاه ها از سلاح هسته‌ای بسته شوند. وجود چنین پناهگاه ها از آن دلالت میکند که برخی از بی‌عقلان بعد از آغاز جنگ هسته‌ای به امید زنده ماندن هستند و چنین حالت نباید راه داد. نفرانی که از ناگزیر بودن جنگ هسته‌ای ادعا کنند باید زود در بیمارستان های کسلی های روحی جای داده شوند. تنها ناقص العقلان میتوانند درباره چنین جنگ اظهار نظر کنند. در مورد آزمایشگاه های ویروس ها مقامات ادعا میکنند که وجود آنها برای پیشرفت علمی طب ضرور است. اما کجاست این نتیجه ها؟ تا حال ما تنها قربانیان به حساب از پهنشوی بیماری همگی را مشاهده میکنیم. حالا میگن که روسیه کشوری بدون ایدئولوژی. اما مگر کشوری میتواند بدون ایدئولوژی وجود داشته باشد؟ در روسیه ایدئولوژی بیشزار، فاشیسم، ایدئولوژی زوری برخوردان و ثروتمندان بر ناداری رایج است. این همه گفته های خواجه نصرالدین است که من البته با آنها راضی نیستم. Это изречение моего Хаджи Насреддина, с которыми, конечно же, я не согласен. Устод, многие ваши друзья استاد برخی از і دوستانتان از شما به عنوان називають درویش вас پیر نام میبرند. آیا старым در شرایط дервишем. فعلی درویش بودن و Как تامین вы مالی کردن думаете, в наше خانواده کاری время آسان است؟ легко ли жить дервишу? Легко ли ему прокормить себя, семью? Я воспеваю дервишизм, хотя в درست است که من жизни, وصاف درویش ها هستم، هرچند در زندگی واقعی по وضع моим طوری сценариям, دیگر است. снято 12 از روی художественных فیلم نامه های من фильмов, 12 среди которых فیلم 3 هنری мировых نواربرداری шедевра. شده است که 3 Мои تایش فیلم пьесы по جهانی 20-30 دانسته شدند. лет гуляют по театрам. از روی У меня اثرهای من вышло قریب 30 более سال 30 اخیر книг. تئاترها نمایش نامه ها را روی Наконец, صحنه я автор میمانند. 150 песен بیش разным از 30 бытом, کتاب она, نشر конечно, کرده، через مؤلف всю بیش мою از жизнь 150 идет. سروده ها می باشند. Тем более, я با об این этом وجود не بخشی положено ماده говорить, но مبارزه با я فقر всегда всю طول жизнь تمام пытаюсь عمر помогать. همراه Когда у می меня есть باشد. хоть какие-то در زندگی تلاش деньги, میکنم با я نفرانی از من هم немедленно نادارتر کمک کنم. раздаю
قسم بیشتری مبلغ اجازه اخیر خود از اتحادی دولت‌های مستقل را به خودم صرف کردم، ولی همزمان نتوانستم با همدهگان نادارم آن را تقسیم نکنم. Последнюю премию СНГ, да, она довольно большая премия. Я впервые увидел такую деньгу. Устат, в русской литературе вы совершили... شما با استفاده از آمیزش سبک شرقی با ادبیات روسی به دستاوردهای نایل شدید. نمیخواهید به سبک نثری واقعی گذارید؟ вернуться в так называемую реалистическую прозу. Ты знаешь, в моем возрасте, когда уже вот در سین و سال من که مزار در نزدیکی هم است و پیوسته صدای میسه های آن را گوش می دهم، فکر ایجادیات و ادبیات مرا زیاد تشویش نمی دهد. بیشتر درباره مسائل مرگ و آن دنیا فکر می کنم، درباره دیدار با آنهایی که علاقه رحلت کردند. Проблематика смерти, загробного мира. حالا بر وقت‌تر است. Встречи, ну спасибо, встречи с теми, потому что уже страна умерших. تشکر. البته ولی تعداد نزدیکان و دوستانم که به ابدیت رفتند از شماری در اینجا بودگان زیادتر می شود. حالا یک گروه ناچیده که خود را ادیب می دانند جایگاهی را در فرهنگ روسیه ضبط کردند و تمام دستاوردهای نسل ما را با بهانه شوروی و بیگانه انکار می کنند. البته این خنده آور است، زیرا آنها آثار شولوخوف و شوکین و ایماتوف را انکار می کنند. حالا در روسیه انقلاب دهشت آور فرهنگی صورت می‌گیرد و در ممنوعگاه فرهنگی روس شکارچیان غارتگر حکمرانی می‌کنند. русской культуры царят браконьеры. با نظرداشت نوشته ها و ایجادات خود به نسل جوان تاجیکستانیان چی پند داده می توانید؟ Значит, афоризмы Хаджи Насреддина, которые бы надо начертать на всех горах и на всех молодых лбах. من در هر دهه و در پیشانی هر جوان نوشتجاتی را ثبت می‌کردم که دهه یا قشلاق را الله و شهرهای بزرگ را شیطان ساختند. وقتی دهه می‌روی این به معنی نزدیکی پروردگار رفتن است. وقتی با سرعتی بلند به شهر می‌روی به سوی شیطان رفتن است. در جنت مردم پیاده می‌گردند. در دوزخ باشد با ماشین‌های تیزگرد. دریا به مثل بلوری سفید روی آزاده مادر است و وقت اخلاط و شیشه را با آن می‌پرتایی پاشیدن اخلاق بر روی مادری عاجزت است. الله یک تین هم پول ندارد، همه پول در دست شیطان است. اگر به پول زیاد نگاه کنی میتوانی روی به تمسخر شیطان را ببینی. بایها او را زیاد میبینند و به این دلیل با شیطان هستند. کمبغلان باشند با الله هستند. وقتی بایها دارایی‌هایشان را به کمبغلان تقسیم می‌کنند، آنها به جنت نزدیک می‌شوند. Шайтанам, а бедняки с Аллахом. Но если богачи отдают деньги беднякам, их ждет близкий рай. Я сейчас посмотрел вокруг بوستانسرای شما که فعلا در اینجا صحبت میکنیم زیر شاخهای بزرگ ارچه و سوزنبرگ قرار دارد. چنارهای زیاد توصیف کرده شما پایانتر جای گرفتند. این نشان تمایل بیشتری شما به روسیه است؟ Но дело в том, что вот там есть чинары, которым 2000 лет. پایانتر در نزد چشمه چینار قامت افروخته است که قریب 2000 ساله است. این درخت مهمترین جزء الهام من می باشد. Говорит о вечности. Еще более масштабная استاد در این قریبی ها هوادارانتان چه آثاری نوی شما را می توانند انتظار شوند؟ Только что у меня вот на днях вышла новейшая книга, в Петербурге она вышла. به نزدیکی در سنت پترزبورگ کتاب نوی من با نام سفرهای خواجه نصرالدین در اصل 21 نشر شد که در آن اثرهای نوینی فلسفی و سیاسی، عاشقانه و لیریکی و حتی شهوانی من گرد آورده شده است. همه این اثرها در تاجیکستان در همین گوشه کوهی ایجاد شده است. در گذشته در تاجیکستان چند کتاب من نشر شده است.
дар осонаи зодрӯзам мехостам китоби навамро нашр кунам, вале мутаассифона шумораи телефонҳои сармоягузоронам хомӯшанд. шояд сарватмандон одате доранд ки ба зангҳои телефонӣ камбағалон завқи посух доданро надоранд. умедворам бо ҷашни зодрӯзам имомалӣ раҳмон низ маро табрик мегӯяд ва бо истифода аз фурсат барояш шикоят хоҳам кард ки дар тоҷикистон китобҳоям паси кӯҳҳои баланд дар дӯриҳо панаҳ бурданд. худи китобро сандуқи гиромидошти Садриддин Айнӣ омода кардааст ва умедворам дасти калон ишорае мекунаду китобам дар Тоҷикистон низ нашр мешавад. Тогда я надеюсь, когда высокая рука прикажет, появится моя книга и на родине. В кабачке каприфон средь лазоревых гор мы гуляем втроем, ты да я да любовь. В кабачке каприфон под цветущим кустом мы гуляем всю ночь, ты да я да любовь. В кабачке каприфон всего 4 стула и 1 стол. Первый стул для тебя, второй стул для меня.